بعد از دوران نوجوانی، اولین جایی که زندگی یهو جدی میشه، کنکوره. بخش 1. آغازی بی‌پایان با کوهی از کتاب‌ها. امروز تصمیم گرفتم واقعاً درس بخونم. یه قرارداد بود بین من و کتابام. کتابام؟ نه بابا، کتاب نبودن. کوه اورست بود. هر صفحه صخره، هر فرمول یه غار ناشناخته. وقتی صفحه اول رو باز کردم، حس کردم دارم با یه هیولا چشم تو چشم میشم و هیولا هم با یه نگاه کثیف بهم میگه میخوای منو تموم کنی؟ زهی خیال باطل. تو این فکرها بودم که یهو با یه صدای کوتاه از جا پریدم. صدا از گوشیم بود. یه پیام اومده بود. از اون پیاما که آدم میگه یه نگاه میکنم بعد میرم درس. ولی همین که صفحه روشن شد، انگار زمان خیلی محترمانه اومد گفت نه عزیزم، امروز برنامه‌هات فقط در حد نوشتن قشنگ بودن و نه اجرا. بیا بشین اینجا، 2 ساعت مهمون مایی. یهو سرمو بلند کردم، 2 ساعت رفته بود. درسامم دقیقاً همون جایی بودن که خدا روز اول خلقشون کرده بود. صفحه 1، خط اول با همون قیافه حق به جانب. مغزم وارد شد. خیلی هم مؤدب، ولی با طعنه. خب، نتیجه؟ این بود قول فقط 1 دقیقه؟ برنامه ریزی تو دیدی؟ اونم الان نشسته یه گوشه داره میخنده بهت. منم آرام و کاملا منطقی گفتم ای بابا، فکر کردم فقط یه لحظه است. مغزم جواب داد 1 لحظه؟ همچین لحظه‌ای که تو ساختی فیزیک کوانتوم هنوز درکش نکرده. ولی خب قابل تقدیره. بخش دوم، دوستان من و رقابت وحشتناک. دوستام همه جلوترن. یکی میگه من امروز 5 ساعت خوندم و من با لبخند مصنوعی میگم آفرین. منم 10 دقیقه تمرکز کردم، البته 1 ساعتش رو تو اینستاگرام گم کردم. و طنز ماجرا وقتی یه دوست میگه من همه فرمول ها رو حفظ کردم، من با نگاه خنده‌دار میگم عالیه. منم یه فرمول یاد گرفتم ولی 5 دقیقه بعد فراموشش کردم. احتمالاً مغزم فکر کرده یه شوخی باهاش کردم. و اما وقتی که اطرافیانم میگن فلان دوستت رتبهش بهتر شد، تو چی؟ حس میکنم دارم تو مسابقه 2 ماراتون با پای بسته و چشمای بسته میدوام. تازه کفشامم سوراخه. بخش سوم، حجم کتاب‌ها و فراموشی. و اما کتابا که یه لشکر بیپایان از صفحات بودن و هر کدومشون میخواستن مغز منو بتر کنن. یه روز که میخواستم از کتابخونه برم بیرون، حس کردم دارم یه کتاب فروشی کامل روی دوشم میکشم. مردم که رد میشدن با نگاهشون میگفتن این یه آدمه یا یه ماشین کتاب بر. شروع به خوندن کردم و 5 دقیقه بعد مغزم یه شوخی تلخ کرد. داداش، یادت هست چی خوندی؟ منم با لحن تلختری گفتم نه مغز جان، و فکر کنم جناب عالی روی حالت دموی محدود کار میکنی. یاد میگیری ولی یادت نمیمونه. بازم ادامه دادم. این بار با خودم فکر کردم خب شاید این دفعه چیزی یاد بگیرم. 5 دقیقه بعد فراموش کردم چی خوندم. ولی طنز ماجرا اینجاست. هر بار دوباره شروع میکنم حس میکنم همه چیز تازه است. انگار اولین بارمه. و این یعنی یه شوخی تلخ و شیرین با مغزم که همیشه آماده فراموشیه. بخش 4. آزمون‌ها و تراز پایین. آزمون‌های آزمایشی که همون کابوس‌های زنده منن. صفحه اولو که باز میکنم حس میکنم وارد یه بازی ترسناک شدم و سوالها مثل هیوله‌های پیکسلی به هم زل زدن و آماده حملن. و قسمت طنز ماجرا وقتی یه دفترچه آزمون رو میبینم و حس میکنم سوالا از یه سیاره‌ای دیگه اومدن و من اصلا زمین رو ترک نکردم. یه لحظه به خودم میگم آخه این سوالا از کجا میان؟ نقشه زمین رو با فرمولا عوض کردن؟ بخش 5. جمع‌بندی. درس خوندن برای کنکور یعنی رقابت با دوستانی که انگار ربات شدن و ترازشون همیشه بالاست. خرج‌های سرسام‌آور کتاب و کلاس که باعث میشه فکر کنی در حال سرمایه‌گذاری روی جزیره خالی هستی. حجم بیپایان کتاب‌ها و فراموشی مداوم که انگار مغزت یه فیلتر خودکار فراموشی داره و هر چیزی که میخونی بعد 5 دقیقه ناپدید میشه.
اما واقعیت اینه که هر بار که دوباره بلند میشیم، قلم و کتاب دست میگیریم و شروع میکنیم، یعنی یه قدم کوچیک اما شجاعانه به سمت موفقیت برداشتیم. و خنده تنها چیزیه که جلوی دیوونه شدنمونو میگیره. پس بلند شو، بخند، درس بخون و به مغزت بفهمون که تو هنوز فرمانده واقعی هستی. اگه حرفای این ویدیو حتی یه ذره مسیر کنکورت رو برات روشن‌تر کرد، یه لایک کوچولو بزن و کانال رو سابسکرایب کن.